بیا یه ذره لوبیا بخور. نه من با شما تو بچه لوبیا نمیخورم. نگاش کن این کوچولو الان گریه‌اش بیشتر نمیگیره. چرا میگیره؟ نمیگیره. کی بود شما تا شماش کریس کرد؟ من شروع کردم ببین من شروع کردم. جمع کن خودتو داریم لوبیا میخوریم. من هیچم شلوار خیس نکردم. من عرضه شدم که هر مسئولیتی ببینم قبول کنم. اصلا برام مهم نیست چقدر بزرگ و مهم باشه. چیزی که منو اذیت میکنه اینه که میافتیم به جون حیوانایی که 20 برابر از ما کوچیک‌ترن. تازه اصلا ندارم. هیچ وقت هم دست نشدم. آخه چون دست ندارم. فقط من ندارم. عجله جمع کن خودتو داریم لوبیا میخوریم. جوی پسر ببین ما هیچ کدوم با کشتن اون گربه حال نکردیم، ولی مگه نقشمون نگرفته ها؟ مگه چیز نگفته هدف رسیدن رو توجیه میکنه؟ همین یارو اسمش چی بود؟ مارکس! آره مارکس نگفته. این جمله مال مارکس نیست؟ نه این جمله مال مارکس نیست. پس مال کیه؟ نمیدونم. عوضی رو میبینی؟ فقط بلد آدم رو ضایع کنه بگه فلان کس فلان چیز رو نگفت. خب یاد من اما خب کودنم میتونه بگه که کی چی رو نگفته. آدم اینقدر باید فهم و شعور و جربوزه داشته باشه که بتونه بگه کی چی رو گفته. آره آدم باید فهم و شعور و جربوزه داشته باشه. ولی تنها چیزی که من مطمئنم این جمله مال مارکس نیست. مال مارکس نیست؟ نه مال مارکس پس نیست. مال کیه؟ نمیدونم. یکی گفته نام ببر. نمیدونم. به هر حال ربطی به روسیه داره. روسیه هم ممکنه داره. مارکس که اصلا روسی نیست. مارکس روسی نیست! مارکس روسی نیست. مارکس زدم این تو روسی نیست! مارکس روسی نیست. مثل اینکه بس کردم با این فایده نداره. نه فایده نداره. وقتی داری از این نفر نقل قول میکنی فایده نداره. آقا موضوع چی بود؟ من اگه از روز اول میدونستم تو نشر آزادبخش بعد حیوانا رو بکشیم پام مجا نمی‌گذاشتم. ببخشید جوی تو کدوم حیوان کشتی ها؟ همکاری که کردم. الکی سر نکن به اسم خودت بزن. یه دام کش کوچیک کردم بهش نخواستم کلیسی کردم. من میام سر اسم خودم بزنم. کشتن حیوانایی که 20 برابر از ما کشته اصلا اسم افتخاری که آخوند به اسم خودم بزنم. ولی اگه از روز اول میدونستم تو نشر آزادبخش ایران بعد حیوانا رو بکشیم هیچ وقت پام مجا نمی‌گذاشتم. لشکر آزادی‌بخش ایرلند برام دقیقاً این ناموز ماشین ایرلندی من منفجر کردیم. اون مهمترین عملیات ما نبود. آره آقا آدم میدونه برای اینکه این نفس داشتن هست میکشه. حتما این تقصیر خودشه. صداش رو مخم کشتمش. به تو چه؟ عوضی اصلا نمیدونم چرا مثل پاتریک دیوونه خودمون نمیره گروه جدایی طرف را بنداز. آره برو راه بنداز. ارتش خوش رفتاری با گربه‌های کثافت ایران برو. آره که همون اولش متوحشی رفت ما رو بیاری. ببین ما هیچ کدوم با کشتن اون گربه حال نکردیم. من گریم نگرفته بود. بابا اون موقع که داشتیم گربه رو میکشتیم زدم تو کلش مغزش فواره زد هوا من گریم نگرفته بود. کف تفنگ رو گرفتم زدم تو سرش بابا پیرهن من خونی شد من گریم نگرفتم. آره گربه که آره ولی مگه نقشمون نگرفته؟ چون اینجوری اون مرد دیوونه رو میکشونیم خونه اونم عمرن اگه بفهمم ما منتظرش. وگرنه حالا پشت سرش هم نگاه نمیکرد. آره وگرنه چشم هم بزنیم رفته آدمای گنده این مملکت گنده ترین قاچاقچی‌ها رو گرفته لط و پار کرده. آدمایی که دارن فقط به جامعهشون خدمت میکنن. قاچاقچی مردم رو وادار میکنه که ازش مواد بخره؟ نه دیگه. مگه بابت هر کیسه‌ای که میکنم یه پوند به من نمیدن تا ارتش ایرلند آزاد کنیم. بیایم یه نگاهی به خودمون بندازیم. ما دنبال چی هستیم؟ ایرلند آزاد برای همه این چیزی که پاتریک نمیفهمه. ما نمیخوایم رو برای پیر و مرد و پیر زن آزاد کنیم. واسه این بچه‌های مدرسه، واسه این بچه‌های هنوز به دنیا نیومده. نه، ایرلند آزاد برای همه است. حتی معتادا، حتی ساقی‌ها که از معتادا مهم‌ترن. چون اگه ساقی نباشه جنس نمیرسه معتاد میمیره. میدونی چی دارم میگم پس؟ آره
آره در رستش هم گربه کشتن. من داشتم به این قشنگی سخنرانی میکردم جنگ زد به همش. من تو فرکشتی مگه ما باید رفیق نیستی؟ آره من فکر میکردم رفیقم تو بس اون گربه مرده رو میکشی وسط. بابا من عاشق گربه‌ام. باید بدونی چی اومد طول بهتت قرار بدی. خوشبختی گربه های ایلند آزاد. چرا بهش میرسونی؟ چرا بهش میرسونی؟ ایرلند آزاد. خوبه. برو به کارهای زشتت فکر. ای بیورزه. فکر میکنی گربه های ایلندی هم خوشحال نمیشن وقتی یه انگلیسی بی پدر مادر دیگه نمیتونن اذیتشون کنن؟ آقا شما فکر میکنی الیور کرامبل زمان خودش چند تا گربه کشت؟ آقا اصلا شما فکر میکنید یه عالمه گربه رو زنده آره سوزون. سوزون. پس ما حالا نمیتونیم به گردم عوضی برسیم. دیگه یک کلمه راجع به اون گربه مرده نشنوم ما. تللش تو جمع کن عملیات شد. الان آره شروع شد. بچه‌مون بلنده سوسوله بود. گفت فاتح تا قبل 12 نمیرسه خونه. دلیلی هم نداره به من. ما الان بریم تا 10 اونجاییم. ای بابا این تفنگ مسخره همه میفته. راستی بهت گفتم دهن و بچه‌مون برنده رو چجوری جلوی خارج سرویس کردم؟ نه نگفتم؟ منو کشوند کنار گفت به خواهرم بگو من گربه رو زیر نکردم. بهش گفتم این گربه رو زیر کرده یه دندقه هم روش گرفته دهنش رو سرویس کرده. بهش گفتم من یسوعی بار اومدم. تو یسوعی. مهمترین جمله ما یسوعیات دروغ گفتم بدترین کار ممکن. هرکی نیست یه جمله مال یسوعی ها نیست. مال یسوعی ها نیست. نه مال یسوعی ها نیست. پس مال کیه ها؟ نمیدون. دوباره داری شروع میکنی. چی رو شروع دوباره داری شروع میکنی فلان کس فلان چیزو نگفته. من چیزی رو شروع نمی‌کنم فقط دارم میگم این جمله مال یسوعی مال ها مارکس نیست. نه. پس مال کیه؟ نمیدونم. یکی گفته نام ببر. نمیدونم. مارکس گفته. ممکنه مارکس گفت. به هر حال ربطی به روسیه داره دیگه. به روسیه هم ممکنه ربط داشته باشه. عوضی رو میبینی؟ اصلا کاری نداره مخاطب من کیه. فقط بلد منو راحت رد کنه. ببینم این مگه ناموس تو نیست. جمعش کن تا بلندش نکردم.